من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حیات، برای شما در قصاص حیات است ای عقل مندان، لعلکم تتقون، شاید که شما بترسید از خدا. ببینید چگونه در قصاص حیات است. در قصاص مرگ هست. قاتل را مگه نمی کشند؟ خب مقتول بیچاره قبلا کشته شد. الان اگر قاتل را ببخشیم حیات است، اگر نبخشیم مرگ هست دیگه. چطور قصاص را حیات گفته؟ اینجا خداوند نکته اشاره کرده، یا اولی الالباب، کسی که عقل داشته باشه میدونه که قصاص چی هست، حیات داره. کودنها نمیفهمند قصاص، اونا فقط به همین نکته نگاه میکنند که چرا قاتل قصاص بشه، چرا قاتل کشته بشه. به این صورت حیات است که اولا وقتی که کسی میداند که اگر بکشم کشته میشم، اگر بکشم کشته میشم، لذا نمیکشد. حیات شد یا نه؟ پس قصاص و حکم قصاص و اجراء قصاص در کشور خود به خود باعث چی میشه؟ باعث جلوگیری قتل میشه، باعث حیات میشه. اما اگر فکر بکنه که من که بکشم فردا 200 میلیون از من میگیرم، پول که کم ندارم، پس به جای قصاص از همون اول به دیه فکر بکنه، پس جرأت میکنه میره انسانی را میکشد. اگر بداند که نخیر بغیر از قصاص هیچ راهی نیست، پس هیچ انسانی آماده نیست که کشته بشه. پس این اولین حیات. دوم کسی که خب اشتباه کرد و رفت کشت، بعدن این قاتل اگر قصاص بشه برای 10 تا دیگه درس میشه، برای 10 تا دیگه عبرت میشه. یعنی دیگه کسانی اگر چنین فکری بکنن برای کشتن، می اندیشند که فلانی کشته شد به عنوان قصاص، پس نتیجه من هم همون میشه. برای اینها بازدارنده میشه. اون قصاص برای اینها چی میشه؟ برای مجرمین دیگر بازدارنده میشه. پس ولکم فی القصاص حیات ثابت شد یا نه؟ پس یا اولی الالباب، انسان وقتی که از عقل بکار بگیرد، تمام جوانب را در نظر بگیرد، قطعا قصاص حیات است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، الله می فرماید بر شما لازم هست وقتی که مرگ حاضر شد، ان ترک خیرا، اگر خیری میگذارد، خیر اینجا به معنی مال، اگر مرگ شما فرا رسید، آخرین لحظات حیات بود، لازم هست که الوصیه، وصیت بکند، للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت بکند برای پدر و مادر بالمعروف، به معروف یعنی طبق دستور شرعی، وصیت بکند به عدل، به انصاف. حقا علی المتقین، این حقی هست بر متقیان. خب ببینید بسیاری از علما گفتند که این آیه از آیات منسوخه هست. گفتیم به آیات منسوخه برسیم، اونجا بحث میکنیم. اولین آیه این آیه هست
که بر شما لازم هست هرگاه مرگ فرا رسید اگر مالی ترک کرد وصیت بکند به پدر و مادر، وصیت بکند که فلان منزل را به پدرم بدهید، فلان سرمایه را به مادرم بدهید، برای پدر و مادر وصیت بکند. خب میگویند این حکم قدیمی هست، الان دیگه چنین چیزی نیست، چون که الان خداوند عزوجل حق پدر و مادر را در آیه میراث چی کرده؟ مشخص کرده. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، برای هر یک از پدر و مادر یک ششم هست، لذا وصیت نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمود لا وصیت لوارث، برای وارث وصیت نیست. اگر کسی برای کسی وصیت بکنه که از او ارث میبرد اعتباری ندارد. مثلا خیلی هستن این روزها این مسائل هم میاد، خیلی هستن برای فرزندان کوچکشون یا همسر دوم همسر سوم وصیت میکنه، میگه فلان منزل را فلان پاساژ این بعد از من به اون همسر دوم یا همسر سوم با فرزندانش بدید. و اینجا میاد همسر ادعا میکنه این را خدا بیامرز به ما داده، شریعت نمیده. خدا میگه وقتی که شما خودتون ارث میبرید، وقتی فرزند خودش از شما ارث میبرد، شما حق نداری برایش وصیت بکنی، میخوای یکی را محروم بکنی، پس لا وصیت لوارث. اینجا هم هست وقتی که مرگ میاد برای پدر و مادر وصیت کنید. لذا پس وقتی که آیه میراث آمد در سوره مبارکه نساء تقسیم میکند، حق پدر و مادر و سهم پدر و مادر را مشخص کرده، لذا وصیت برای اینها معنا نداره. به این خاطر علما گفتند که این آیه چی هست؟ منسوخه. شاه ولی الله رحمه الله هم میگه این آیه چی هست؟ منسوخه. اما بعضی از علما گفتند نه این آیه منسوخ نیست. بعضی از علما نوشتن متقدمین که این مربوط به ابتدای اسلام و به صدر اسلام است. در صدر اسلام چطور بود؟ که فرزند مثلا مسلمان بود، پدر و مادر کافر بودند. خب این مسئله هنوز هم هست، اون زمان هم بود که کافر از مسلمان ارث نمی برد. خب این پدر و مادرش هست ولی ازش ارث نمی برد. این پدر و مادرش هست اما از پسر ارث نمی برند. خب ارث نمی برد ولی حق پدر و مادر چیز خوبی هست. لذا مستحب است که انسان برای چنین پدر و مادری که از انسان ارث نمی برند ولو اینکه کافرند مشرکند وصیت بکنه که گرچه ارث نمی برند یک بخشی از این مال به پدر و مادرم بدهید. اگر به این معنا باشد پدر و مادر کافر و مشرک، خب تا هنوز هم این حکم به جای خودش هست. بعضی علما این گونه توجیه کردن، اما شیخ ما مولانا حسین علی رحمه الله توجیه جالب تری دارد. می فرماید که لازم نیست این آیه را ما منسوخ بدانیم. اصل آیه این است کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، بر شما لازم هست وقتی که آثار موت ظاهر شد، ان ترک خیرا، اگر مال باقی میگذارد، الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، برای پدر و مادر و همچنین بقیه اقربا و خویشاوندان وصیت بکنن، نه وصیت بالمال، بالمعروف گفته، یعنی وصیت بکنن به عدالت، به انصاف، معروف یعنی طبق دستور شرعی، اینطور وصیت بکنن به پدر و مادر، خویشاوندان، برادران، فرزندان، مال را طبق دستور شرع تقسیم بکنید. این وصیت را گفته شریعت، مال را طبق دستور شرع چی بکنید؟ تقسیم بکنید. به حق صغار، به صغار ظلم نکنید، حقشون تلف نشه. این وصیت خب اشکالی نداره. الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، این حقی است بر متقیان. خب کسی که وصیت کرد بعدی ها آمدن وصیت را شکستند، خب گناه بر اونها. الله می فرماید فمن بدله بعد ما سمعه، هر کسی که تبدیل کرد اون را بعد از این که شنید، فانما اثمه، جز این نیست که گناهش هست
علی الذین یبدلون، بر اون انسان هایی که اون را تبدیل میکنند. ان الله سمیع علیم، به درستی که خداوند سمیع هست، شنوا هست، وصیت ها را میشنود. علیم، دانا هست، میداند چه کسی وصیت را چی میکند؟ تبدیل میکند، وصیت را عمل نمیکند. فمن خاف من موص جنفا، هر کسی که ترسید از وصیت کننده جنفا، جنف یعنی تمایلی، میبینه که وصیت کننده تمایل دارد به سمت و سوی، میخواهد که مال به بعضی عزیزان نرسد، همه مال را وصیت میکنه برای کسی که او را دوست دارد. مثلا او وارثش هم نیست ولی دوستش هست، به اون وصیت میکند تا به نزدیکان نرسد. او اثما، یا وصیت گناهی میکند، وصیت به چیزی که اون گناه هست. خب این انسانی که پشت سر است وصی چی میکند؟ فاصلح بینهم، بین کسانی که برایشون وصیت شده صلح میکند، اصلاح میکنه، میگه اینقدر ظلمه، اینقدر بگیر. خب یعنی وصیت را تغییر میدهد، تبدیل میکند. این تبدیلی مثل تبدیلی صورت اول نیست. فلا اثم علیه، بر این گناهی نیست اگر وصیت بالا پایین شده. ان الله غفور رحیم، به درستی که خداوند بخشاینده هست و خداوند چی هست؟ مهربان هست. خداوند از او درگذر می شود. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ببین امور انتظامیه، امور انتظامیه هنوز ادامه دارند، اما قبلا در اصطلاحات گفتیم گاهی خداوند امور مصلحه بیان می‌فرماید. امور مصلحه برای چی؟ برای اینکه به امور انتظامیه عمل کردن چی میشه؟ بهتر میشه. لذا الله عزوجل می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مردم بر شما صیام لازم هست. صیام نوشته شده، صیام فرض هست. روزه آیا مخصوص این امت بود؟ نه، پیشینیان هم داشتن. کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که فرض شد بر کسانی که قبل از شما بودند. لعلکم تتقون، حکمت صوم شاید تقوا نصیبتون بشه. ببینید تقوا واقعا کسی که فلسفه روزه را بداند و خوب عمل بکند متقی میشه. واقعا رمضان انسان را چی میکند؟ اصلاح میکند. روزه خودش تمرین تقواست، از اول تا آخر چیه؟ تمرین تقوا هست. به این صورت که در روزه انسان مال دارد، همه چیز دارد، در خانهش مال حلال هست، مالی که حاصل دسترنج خودش هست، سفرهش پر از نان هست و یخچالش پر از غذا هست، بهترین نوشیدنی ها وجود دارد، آب خنک، نوشیدنی خنک. از طرف انسان گرسنه هم هست، تشنه هم هست، خانه حلال هست، غریزه جنسی هم دارد، ولی نزدیک نمی رود. نه نزدیک همسر می رود، نه نزدیک غذا می رود، نه نزدیک نوشیدنی می رود. چرا؟ چون خدا دستور داده باید از صبح تا شب نخورم، ننوشم، استفاده نکنم. خب کسی که به دستور خدا عمل می کند، تقوا مگر غیر از این است؟ تقوا همینه که هرچی خدا فرموده انجام بده، هرچی گفته انجام نده انجام نده. در 30 روز تمام با وجود نیاز، با وجود گرسنگی و تشنگی، انسان نزدیک منهیات نمیره، نزدیک اون ممنوعات نمیره. اون ممنوعات و منهیاتی که در اصل مال خودش هستند، در اصل برایش حلالند. خب وقتی که این انسان تقوا را تمرین می کند بعد از ماه رمضان، وقتی که نزدیک خانه حلال خودش نمیره، پس اون جایی که حرام هست هم انسان نزدیکش نمیره. اینجا که مال خودش هست انسان نمیخوره، استفاده نمیکنه، پس این روزه این را اصلاح میکنه، تزکیه میکنه، به مال غیر هم چشمش دوخته نیست.
لذا این تقوا هست که روزه انسان را چی میکند؟ تمرین میده، تمرین این که به منهیات انسان نزدیک نشه. لعلکم تتقون، شاید تقوا نصیبتون بشه. ایام معدودات، این مفعول فیه کتبه هست. کتبه فرض شده در ایام معدودی. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، هر کسی از شما مریض بود یا بر سفری بود، فعدت من ایام اخر، یعنی الله می فرماید که پس این روزه را تأخیر بده تعدادی از ایام دیگر. وعدهش در چی هست؟ در ایام، یعنی این روزها نتونست بعداً بگیره، از او ساقط نمیشه. وعلى الذين يطيقونه، کسانی که توانایی دارند، فدیه طعام مسکین، برای اونها فدیه طعام مسکین هست. کسانی که توانایی دارند، اینم آیات یکی از آیاتی هست که در رابطه با نسخ این آیه اختلاف است. بعضی گفته این آیه هم منسوخ است. خدا فرموده هر کسی که توانایی روزه دارد هم فدیه بده، توانایی روزه داره هم فدیه بده. بعداً می فرماید 4 سطر بعد فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که ماه رمضان آمد باید روزه بگیرد. پس اون یطیقونه منسوخ شد. اون یطیقونه چی شد؟ منسوخ شد. کسی که توانایی دارد الان فدیه برای او نیست. بعضی میگن نه خیر، این منسوخ نیست، منسوخ نیست، اصل اینجا لا مقدره. وعلى الذين لا يطيقونه، کسانی که توان ندارند، پیر هستند، ضعیف هستند، مریضی مزمن دارند، همیشه افتاده بر رخت خواب مریضی، این انسان، برای این انسان هست فدیه. خب شکی نیست فدیه هست، اما لا را مقدر کردن بدون دلیل، بنابراین خب اینها نظر ایشون این هست ولی دلیلی برای تقدیر الله ندارن. حضرت شاه ولی الله رحمه الله اینجا توجیه کرده، میگه اصلا وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین درباره روزه نیست. حکم روزه همونه که آمد، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض شده. بعد از این هم میاد فمن شهد منکم الشهر فلیصم، روزه را باید بگیرد. این درباره چی هست؟ فدیه فطر است، فدیه فطر. وعلى الذين يطيقونه یعنی یطیقون الطعام، کسانی که مال دارند، فدیه طعام مسکین، صدقه فطرشان را یک فدیه طعام مسکین بدند. شاه ولی الله میگه دلیل من اینه که اینجا اول آمده روزه، بعد از این هست وعلى الذين يطيقونه فطر، و بعد از این هست ولتکملوا العده ولتکبروا الله. تکبر الله تکبیرات بگوید، یعنی تکبیرات عید. خداوند 3 چیز را پشت سر گفته، اول روزه را، بعدا فطر را، بعدا عید را. متوجه هستید؟ خب سوال و جواب ها و قیل و قال هایی که شما در اصول خواندید و می خوانید که اینجا ازمار قبل از ذکر از شاه ولی الله میگه که خب رتبتا مقدم است، ذکرا مؤخر است و غیره که طعام یطیقونه، اون سوالات را نمیگم. اما شیخ حسین علی رحمه الله و برخی دیگر هم نظرشون، بعضی دیگر از علما شیخ همین را میپسنده، میگه که نه نیازی به تقدیر لا هست و نه نیازی به این که یطیقونه را ما ببریم به فدیه فطر، بلکه در همین جا معنای خود یطیقونه را اگر توجه بکنیم از نظر عربیت، البته از باب افعال هست، اطاق یطیقو گفته میشه به کسی که کار را با زحمت انجام میده. کار را چی؟ با زحمت انجام میده. اطاق یعنی با مشکل توانست، یطیقو با مشکل انجام داد، با مشکل انجام دادن. پس این اشاره به اون شیخ هست، به اون پیر هست، به اون مریض هست که روزه میگیره اما با مشکل میگیرد. وعلى الذین یطیقونه،
اون کسانی که روزه میگیرن با مشکل روزه میگیرن. وقتی که بحث مشکل هست الله میفرماید برای اونها اجازه هست که اونها چیکار بکنند؟ فدیه بدهند. اونها فدیه بدهند. الله میفرماید وعلى الذين يطيقونه، کسانی که با مشکل توانایی دارند، با مشکل می توانند روزه بگیرند، برای اونها هست اجازه فدیه طعام مسکین، فدیه بده به اندازه طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، کسی که تطوع بکند، کسی که نفلی بدهد یعنی بیشتر از واجب، بهتر هست برایش. کسی که خیری را به صورت نفل انجام بده برایش بهتر است. اما و ان تصوموا خیر لکم، اما روزه گرفتن، این که روزه بگیرید، خیر لکم بهتر است برای شما، این کنتم تعلمون، اگر شما بدانید این روزه گرفتن بهتر است. خب این بحث روزه بود. اما این روزه چه زمانی هست؟ اینجا الله عزوجل زمان روزه را بیان می فرماید که این ماه رمضان هست و نسبت مقدسش را که به خاطر نزول قرآن در این ماه. لذا شکرانه قرآن همیشه نزول وحی با روزه چی دارد؟ مناسبتی دارد، شکرانه میخواد. این روزه که ما میگیریم این شکرانه نزول قرآن هست. شما خواندید در قرآن مجید که موسی علیه السلام را خداوند فرمود که بیا به کوه طور 30 روز روزه بگیر. بعد از 30 روز روزه گرفتن بهش چی داد؟ تورات. و وعدنا موسی 30 لیله، اما 30 روز نه، و اتممناها ب10، اون را تکمیل کردیم با چند روز دیگه؟ 10 تای دیگه. 40 روز روزه گرفت. بعد از 40 روز روزه خداوند تورات را بهش داد. پس فلسفه اصلی روزه چی است؟ شکرانه این کتاب. الله عزوجل این کتاب را به ما عنایت فرموده در این ماه، لذا در این ماه بر ما واجب هست، بر ما لازم هست که چیکار بکنیم؟ روزه بگیریم. عنایت بفرمایید، توجه. الله می فرماید شهر رمضان، ماه رمضان، الذي انزل فیه القرآن، همان ماهی که در آن ماه قرآن نازل شده، همان قرآنی که هدی للناس، هدایت است برای مردم، و بینات من الهدى والفرقان، یعنی بینات دلائل روشنی دارد از هدایت، و همچنین فرقان یعنی فارق بین الحق والباطل است، بین حق و باطل جدایی می کند. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، رب العالمین می فرماید هر کسی که از شما در این ماه حاضر شد، فلیصم باید روزه بگیرد. این ماه وقتی که فرا رسید، این ماه نزول قرآن است، باید روزه بگیرد. و من کان مریضا، هر کسی که از شما مریض بود، او علی سفر یا بر سفر بود، فعدت من ایام اخر، پس تأخیر میشه برای ایام دیگر، تعدادی از ایام دیگر را روزه بگیرد به همون اندازه که روزه نگرفته. رب العالمین می فرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله عزوجل می خواهد برای شما آسانی بکند، ولا یرید بكم العسر، نمی خواهد اراده تنگی و سختی ندارد. خداوند نمی خواهد بر شما سخت بگیرد، خداوند می خواهد بر شما آسان بگیرد. چرا؟ ولتکملوا العده، سه چیز را خدا بیان می فرماید. ولتکملوا العده ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، تا اینکه شما عدت را تکمیل بکنید، ولتکبروا الله و بزرگی خدا را بیان کنید بر آنچه که به شما فرموده، ولعلکم تشکرون،
شکر خدا را به جا بیاورید. ببین این سه چیز لام تعلیل هست، نه؟ این سه چیز عرض کنم که بر سه چیز گذشته بستگی دارد. در واقع الله تعالی اینجا فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصم. سه چیز اول فرمود. یکی که هر کسی که در این ماه حاضر شد باید روزه بگیره. یک. دوم فعدت من ایام اخر برای مریض و مسافر فرمود. برای مریض و مسافر چی هست؟ فعدت من ایام اخر. سوم چی فرمود؟ یرید الله بكم اليسر. اراده الله بر یسر است نه بر عسر. خب اکنون بر اون سه چیز مرتب میشه. ولتکملوا العده علت فلیصم هست. باید روزه بگیرد در این ماه تا اینکه عدت تکمیل بشه. عدت 30 روز، عدت یک ماه. و ولتکبر الله علت رخصت است. خداوند فرمود که فعدت من ایام اخر. پس باید عظمت و بزرگی خدا را انسان چی بکند؟ بیان بکند. و ولتکبر الله ولعلکم تشکرون. شکر گزار باشید در مقابل سومی هست. سومی چی بود؟ یرید الله بكم اليسر. پس الله عزوجل در مقابل هر یکی یک وظیفه به ما داد. 3 تا نعمت، 3 تا وظیفه. ببینید تفسیر مدارک میگه، کسی ننوشت فارسیش را بنویسد. فقوله لتکملوا العده علت الامر بمراعات العده. این که فرموده لتکملوا العده، علت این هست که امر فرموده الله تعالی به این که ما عدت را رعایت بکنیم. همون چیه؟ فلیصم. خب ولتکبر الله علت عن کیفیت القضاء. علم عن کیفیت القضاء. کیفیت قضاء الله تعالی فرمود که فعدت من ایام اخر. خب فعدت من ایام اخر این نعمتی که داد بر اون مرتب فرمود ولتکبر الله والخروج عن عهدة الفطره. ولعلكم تشکرون علت الترخیص. این علت چی است؟ رخصت. یرید الله بكم اليسر ولعلكم تشکرون. لذا الله عزوجل 3 چیز را بر 3 چیز مرتب فرمود. ماه رمضان را تعیین فرمود ولتکملوا العده. برای مریض و مسافر رخصت گذاشت تا اینکه ولتکبر الله، عظمت خدا را بیان کنید. و الله تعالی می فرماید که یسر برای شما نازل فرمود نه عسر. ولعلکم تشکرون، تا اینکه بندگان شکرگزاری باشید. مثل بنی اسرائیل احکام شما مشکل نیستند. الله عزوجل در وسط جمله معترضه می فرماید، گرچه مفسران میگن جمله معترضه هست و بعد از این ادامه بحث روزه، ولی خب بحث دعا هست، میشه که بگیم جمله معترضه نیست. یکی از ویژگی های ماه رمضان در ایام روزه چی هست؟ دعای مؤمن است. لذا الله می فرماید که اگر شما می خواهید مرا فریاد بزنید، از من بخواهید، من اجابت می کنم. الله می فرماید و اذا سألك عبادی عنی. زمانی که سوال بکنن شما را بندگان من از من، فإنی قریب، من نزدیک هستم، من فاصله ندارم با شما. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم دعای دعا کننده را. اذا دعان، هرگاه مرا بخواند. لذا فلیستجیبوا لی، باید اجابت کند برای من الله. چطور اجابت کند؟ فلیستجیبوا لی اذا دعوتهم للایمان والطاعه. هرگاه من بنده را برای ایمان و طاعت خواستم، بنده باید چیکار بکند؟ اجابت بکند. کما انی اجیبهم اذا دعونی لحوائجهم، چنانچه هرگاه مرا بخواند برای حاجت خودش، من چی میکنم؟ اجابت میکنم. بنده هم باید چی بکند؟ اجابت کند. الله می فرماید لعلهم یرشدون، شاید اینها بر راه رشد و هدایت، بر راه خیر و صلاح
راهنمایی بشوند. خب این در وسط بحث دعا آمد که بعضی میگن جمله معترضه هست و مناسبتی با روزه دارد، اما هنوز مباحث روزه. خداوند عزوجل در باب روزه میفرماد احل لکم لیلة الصیام الرفث، در شبهای ماه رمضان رفث یعنی مقاربت و همخوابی با همسرانتون جایز هست. ابتداءً چی بود؟ نامشروع بود، ممنوع بود، ناجائز بود و بعضی ها در حرج واقع شدند. الله تعالی از آن جایی که برای این امت یسر آورده، برای این امت آسانی آورده، این هم نعمت الله است. الله می فرما احل لکم لیلة الصیام الرفث، حلال قرار گرفت برای شما لیله یعنی فی لیلة الصیام، این مفعول فی هست، در شبهای روزه، الرفث و مقاربت مجامعت الی نسائکم. بعدا الله می فرماید هن لباس لکم و انتم لباس، آنها لباس شما هستند و شما لباس لهن آنها هستید. یعنی چه آنها لباس شما هستند شما لباس اونها هستید؟ خب یک مفهوم این میتونه باشه که همونطور که لباس ساتر انسان هست، لباس عیب انسان را میپوشد، همچنین زن و شوهر عیب هم دیگر را میپوشند، یعنی نیازهای هم دیگر را برآورده میکنند، به جای دیگه نیاز پیدا نمیکنند، اینها معیوب نمیشوند در جامعه. پس اینها لباس هم دیگه هستند همونطور که لباس، و همچنین این هم میشه که همونطور که لباس عیب را میپوشد باید اینها رازدان هم دیگر باشد. لعنت آمده در حدیث شریف کسانی که میروند بعداً مسائل خصوصی و خانوادگی خودشون را برای دیگران تعریف میکنن، چه زنی تعریف بکنه برای زنان، چه مردی تعریف بکنه برای مردان، مسائل خاص، مسائل مقاربت منظور. و همچنین تفسیر دیگری که از ابن عباس هست و چون که از رئیس المفسرین این چی هست، این منقول هست، راجع هست، این تفسیر اینه که هن لباس لکم و انتم لباس، همونطور که در لباس آرامش هست، در لباس چی هست؟ آرامش هست. هم زنان برای شما باعث آرامشند، زن در یک خانه باشد، زن پاک دامن و زن خوب باعث آرامش مرد میشه و مرد خوب و با اخلاق باعث آرامش چی میشه؟ زن میشه. نه اینکه وقتی که اینها هر دو با هم در یک خانه جمع میشن بلا تشبیه مثل دو خروس جنگی آرامش از بین بره، نه. برای این هدف این مسئله زناشویی و مسئله عرض کنم که تشکیل خانواده برای این نشده. لذا باید زنها و مردها بدونند که برای آرامش با هم اینها ازدواج کردن تا همدیگر را سکون بدن، همدیگر را آرامش بدن. چنانچه ابن عباس میگه هن سکن لکم و انتم سکن لهن، اونها باعث آرامش شما میشن و شما باعث آرامش اونها میشه. ابن عباس. و این تفسیر از آیه دیگری هم چیه؟ تایید میشه. الله میفرماید از آیات الهی این هست که از جنس شما، از انسانها برای شما جفتی خداوند انتخاب فرمود. ان جعل لكم من انفسكم ازواجا، چرا؟ لتسکنوا الیه، تا که شما آرامش بیابید. شما وقتی که میرید در خانه تمام خستگی و تمام مشکلات شما از بین میره. زن باید اینطور باشه، قرآن اینطور زن را تعریف کرده، خواهران متوجه باشند که مرد وقتی که از بیرون میاد با هزار جنگ اعصاب، با هزار خستگی، با هزار ناراحتی، نگرانی، گرچه کمبودی در خانه هست، اما ابتدا چنان باشد که لتسکنوا الیها، اونجا که میرید آرامش ببینید، راحت ببینید، تا که پا را در خانه گذاشتید همه غمهای بیرون را چی میکنید؟ فراموش میکنید. و جعل بینکم مودة و رحمه، جعل بینکم مودة و رحمه، بین شما خداوند چی؟ مودت و رحمت گذاشته، دوستی نسبت به هم دیگر، ترحم دارید. پس هن لباس لکم و انتم لباس، لباس لهن معنیش اینه که زنها
مایه سکون شما. نه تنها از زن این توقع نیست، یک طرفه نیست، دو طرفه هست. و انتم لباس لهن، شما هم مایه چی؟ آرامش برای اونها بشید. تا وقتی که شوهر در خانه نیست اون پریشان، ناراحت، نگران. وقتی که شوهر میره وارد خانه میشه اون هم چی میشه؟ آرام میگیره. پس الله میفرماید علم الله انکم کنتم تختانون، خدا میداند که شما کنتم تختانون انفسکم، خیانت میکردید بر خودتان. خیانت یعنی چه؟ اگر خداوند این یسر را نازل نمیکرد شما خیانت میکردید، یعنی مرتکب گناه میشدید. یعنی شب خداوند همخوابی را ممنوع قرار داد، اگر ممنوع میشد ادامه میافت شما نمیتوانست تحمل بکنی، لذا میشد گناه. الخیانت عبارت عن عدم الوفاء بما یجب علیه. تفسیر کبیر امام رازی میگه خیانت یعنی چه؟ یعنی وفا نکردن به آن چیزی که بر شما واجب است. واجب چیه؟ واجب اینه که شما به هر حال دستور خدا را نقض نکنید، ولی این دستور اگر سخت بود در طول ماه رمضان نزدیکشون نمی رفتید برای شما مشکل می شد. پس خداوند شب را استثناء کرد. المراد علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، همین تفسیر فارسی که عرض کردم به عربی. المراد علم الله، مراد اینه که خداوند میداند که انکم کنتم تختانون انفسکم، شما بر خود خیانت میکردید، به نفستون خیانت میکردید. لو دامت تلک الحرمه، اگر این حرمت ادامه پیدا میکرد. و معنای این آیه این هست که ان الله یعلم، خدا همه چیز را میداند. خدا میداند لو دام ذلك التکلیف الشاق، اگر این تکلیف مشکل ادامه پیدا میکرد. تکلیف مشکل چیه؟ در طول ماه رمضان مرد نزدیک زن نره. اگر این پیدا میشد لوقعوا فی الخیانت، مردم در خیانت واقع میشدن. پس خداوند این تکلیف شاق را چی کرد؟ برداشت. الان که برداشت ما وقعت الخیانت، و على هذا التفسیر ما وقعت الخیانت، و على هذا التفسیر ما وقعت. لذا بر اساس این تفسیر چون که خداوند تکلیف شاق را برداشت لذا خیانتی هم صورت نگرفت. تفسیر کبیر. الله می فرماید فتاب علیکم، پس خداوند بر شما رجوع کرد، یعنی حکم مشکلی لازم نکرد بر شما. و عفا عنکم، شما را معاف کرد. لذا اکنون اجازه دارید. فالآن باشروهن، اکنون شما مباشرت بکنید، یعنی همخوابی بکنید در شبهای رمضان. وابتغوا ما كتب الله لكم، و بطلبید، بخواهید آنچه که خدا برایتون نوشته از اولاد، از فرزند. یعنی میتوانید از خدا فرزند بخواهید. وکلوا واشربوا، قبلا در شب خوردن و نوشیدن هم ممنوع بود، الان نه. وکلوا واشربوا، بخورید بنوشید. حتی یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتی که ظاهر بشه برای شما نخ سفید از نخ سیاه، یعنی تشخیص بدید، مقداری روشن بشه. این نخ سفید چیه؟ عرض کنم که فجر سفید هست. فجر سفید در میان چی؟ در میان تاریکی شب. خیط ابیض فجر سفید هست و خیط اسود چیه؟ تاریکی و ظلمت شب هست. چنانچه خداوند تفسیر میکنه خودش. ابتداء بعضی از صحابه چی شدند؟ در اشتباه واقع شدند. صحابه که اهل لغت بودند. حضرت عدی ابن حاتم معروف هست، صحابی هست. ایشون دوتا نخ گذاشته بود زیر بالشش و نگاه کرد که کی اینها تشخیص داده میشه. اون زمان برقی نبود. کی سیاهی و سفیدیش چی میشه؟ تشخیص داده میشه. هر وقتی که هوا خوب روشن میشد. لذا الله از وقتی که خدمت رسول الله بیان کرد، رسول الله برایش بیان کرد که نه، منظور این نخ نیست، این کنایه هست. لذا من الفجر به عنوان تفسیر بعدا نازل شد. به عنوان تفسیر آیه چی شد؟ بعدا نازل شد. اینجاست که کسی اگر عربی بلد باشه بگه من عربی بلدم، خودم قرآن را ترجمه و تفسیر میکنم، این غلطه.
باید تفسیر اون تفسیر باشه که از رسول الله، از صحابه، از سلف باید برای ما چی بشه؟ نقل بشه. لذا الله می فرماید حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتی که ظاهر بشه برای شما نخ سفید از نخ سیاه، یعنی من الفجر، یعنی فجر. وقتی که طلوع فجر شد، فجر صادق طلوع شد، دیگه بعد از اون شما نخورید، متوقف باشید. ثم اتم الصیام الى اللیل، سپس تکمیل بکنید روزه را تا شب. دیگه تا شب شما روزهتون را ادامه بدید، نخوردن، ننوشیدن، نزدیک زن نرفتن. ولا تباشروهن، یک جای دیگه هم مباشرت و همخوابی ممنوع هست. کجا؟ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، شما مباشرت نکنید، همخوابی نکنید در حالی که شما اعتکاف هستید در مساجد. وقتی که در مسجد اعتکافید اون زمان هم نزدیک نروید. الله می فرماید تلک حدود الله، تلک حدود الله، این برای تأکید تعمیل احکام است. خداوند تأکید میکند که به احکام من شما عمل کنید، به این خاطر میگه تلک حدود الله فلا تقربوها، اینها مرزهای الهی هستند، نزدیکشون نرید. یعنی دستورات خدا را نشکنید، اگر شکستید مرز شکنی شد. تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیک نروید. كذلك يبين الله آیاته للناس، این گونه بیان می فرماید الله آیاتش را برای مردم، لعلهم یتقون، حکمت تبیین، شاید تقوا نصیبشون بشه، شاید تقوا نصیبشون بشه. الله عزوجل به منظور حصول تقوا احکام را بیان می فرماید. ولا تأکلوا، این دو دستور شد، اولی قصاص، دومی صیام. بله، سومی امر انتظامی سوم، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقتی که در دنیا زندگی میکنید مال هم دیگر را نخورید. میخواهید شهر آرامی داشته باشید، زندگی همراه با آرامش داشته باشید، هر کسی به حق خودش قانع بشه. چرا بالا کشیدن مال همدیگر هست؟ چرا به همدیگر خیانت هست؟ چرا کلاه برداری هست؟ اونچه که در بازارها نسبت به همدیگر انجام میگیرد الله از اون من میفرماید. این یکی دیگر است احکام انتظامیه و امور انتظامیه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید اموال خودتان را بینکم بالباطل، بین خودتان بالباطل، از طریق باطل، از طریق غلط، از طریق حرام. و تدلوا بها الى الحکام، ادلاع یعنی حواله کردن. اول مفهوم آیه را میگم بعدا ترجمه میکنم. منظور اینه که بعضی انسان ها هستند که مال دیگران را بالا میکشند، خب این دیگران دیگه توانی ندارند، میروند به دادگاه شکایت میکنند، پیش حاکم شکایت میکنند، پیش قاضی شکایت میکنند. این چیکار میکنه؟ به قاضی، به دادگاه، به مأمور دولت رشوه میده که خودش را چی؟ نجات بکنه، از این طریق مال مردم را بخواد. لذا الله میفرماید و تدلو، یعنی اصلش هست عطف بر لا تأکلوا، یعنی لا تدلو بها الى الحکام، یعنی اون مال را به حکام، بر حکام حواله ندید. منظور اینه که بر حکام نریزید، رشوه ندید، تا از طریق رشوه چیکار کنید؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا که بخورید و بالا بکشید دسته از مردم مالهایشون را، بالاسم، با گناه، یعنی از طریق گناه مال مردم را بخورید. و انتم تعلمون، شما هم میدانید که این مال مردم است، میدونید که این حق فلانی هست، لذا این کار را نکنید. این کار را بکنید دنیایتون را هم خراب میکنید، آخرتتون را هم خراب میکنید. صدق الله مولانا العظیم.
من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.